وقتی 5 سالته میگی مامان دوست دارم. تو 12 سالگی میگی مامان چقدر رو مخی. تو 16 سالگی میگی دلم میخواد از این خونه برم. وقتی 18 سالت میشه میگی دیگه از این خونه خسته شدم. تو 25 سالگی میگی مامان حق با تو بود. تو 30 سالگی میگی دلم میخواد برم مامانمو ببینم. وقتی 40 سالته میگی میترسم از دستش بدم. و وقتی 70 سالت میشه میگی حاضرم هرچی دارم و بدم تا فقط یه بار دیگه مامانمو ببینم. این چند دهه پر از لحظه هاییه که به کارای بظاهر کوچیک مامانت فکر میکنی. این که چطور بیوقفه در حال کار کردن بود. این که چطور با صداش ترساتو آروم میکرد. و این که چطور حتی وقتی ازش فاصله میگرفتی هنوز عشقش سر جاش بود. یه روز به خودت میای و میبینی داری لباسا رو همون جوری که اون یادت داده تا میکنی و تازه میفهمی توی همه کارات یه ردی از اونه. چیزایی که یادت داد، خنده‌هاش، امیدی که بهت داشت، اونا هیچ وقت ازت جدا نشدن. اگه اونقدری خوش شانس هستی که اون هنوز کنارته، برای گفتنش صبر نکن. مامان، ممنونم. الان حرفاتو درک میکنم و بیشتر از چیزی که فکرشو بکنی دوست دارم.